الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال نموده اند که آیا جنازه را در حالت دیدن خستن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و آیا شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به جنازه یک یهودی که از نزدشان میگذشت خستند و راست شدند با همراهی صحابگان؟ و آیا این فعل رسول الله به خاطر احترام یهودی بود؟ زیرا یک ملای میگد که این به خاطر احترام یهودی بود و یهودها را باید احترام کرده شود و غیره. اعوذ بالله من ذلک. البته این سوالی یک برادر است. اولا بله، این حدیث در روایت امام بخاری و مسلم آمده است و در سنن نسائی آمده است که ما لفظ نسائی رو به شما ذکر میکنیم با رقم 1921 در نسائی، سنن نسائی، که ان النبی صلی الله علیه وسلم مرت به جنازه فقام فقيل إنها من أهل الأرض يعني الذميين، وفي رواية إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا؟ یعنی از نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یک جنازه می گذشت که رسول الله از جایشان برخاستند، راست شدند علیه الصلاة و السلام. به رسول الله گفته شد که ای رسول الله، این انسان از اهل ارض است، یعنی این یک کافر ذمی هست. کافر ذمی یک یهودی و نصرانی که در زیر حکومت اسلامی زندگی میکند و جزیه میپردازد. و در روایت اومده است که به پیامبر گفتند که ای رسول الله، این جنازه یهودی است. یعنی به رسول الله صحابگان اشاره خواستند کردند که به جنازه یهودی و نصرانی آیا خستن درست است که میخیزید این جنازه یهودی و نصرانی است؟ زیرا صحابگان میدونستند که یهودی ها کافر هستند. البته قرآن به اونها نازل شده است و هیچ شکی نبود و این روز هم هیچ شکی نیست و میدونستند که اونها مشرک بودند. از همین جهت تعجب کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الیست نفسا؟ آیا نفس نیست؟ آیا این مرده، یعنی یک نفسش رو از دست نداده است، مرده است. و البته امام نسائی وقتی که همین حدیث رو ذکر میکنند یک باب در بالای این حدیث میگذارند. حدیث رو القیام لجنازه اهل شرک میگن. بابی که در زیرش حدیث رو ذکر میکنند امام نسائی باب رو نامش رو میگذارند که خستن، راست شدن به جنازه اهل شرک. پس علما میگویند مقصد از گذاشتن این باب، یعنی امام نسائی این سخنشون گفتن این است که قائم شدن، خستن به جنازه یک انسان مشرک شرعاً جایز است. اما باید بدونیم که آیا به خاطر احترام این مرده، خود مرده یعنی یهودی و نصاری خسته می شود، نصرانی، یا که به خاطر مرگ یا بزرگ داشتن مرگ، به خاطر مرگ. یعنی وقتی که از پیش شما جنازه میگذرد از جا میخیزید به خاطر احترام مرگ، به خاطر یادرس شدن به مرگ، نه به خاطر خودی همون انسانی که در تابوت است. شریعتا خستن البته از قول پیامبر صلی الله علیه و سلم سنتی هم قولی است هم فعلی ثابت شده است. اما خستن برای احترام یهودی یا نصرانی نیست. خستن به خاطر مرگ است که این مرگ رو ما باید بزرگ شماریم. وقتی که میخیزید یعنی به یاد مرگ شده میخیزید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر این کار رو کردن که انسان ها از مرگ غافل نباشند. وقتی که از پیش شما جنازه گذشته میرود شما پروای جنازه گذشتش نکنید. یک انسان مرده که از پیش شما برفت مرگ، پروای مرگ نکنید. به همون سخن بیهوده، به همون لهو و لهب مشغول باشید. این
معناش این است که شما اصلا مرگ رو نه در یاد دارید، نه بزرگ میشمارید، پروایی ندارید و از حقیقت این دنیا دور هستید. اما وقتی که از نزد شما یک جنازه میگذرد، یک بار از جا خیزید، فکر کنید که انا مرگ به سراغ این انسان آمد. مرگ چیزی که به سراغ همه میآید. مرگ این یک چیزی بزرگ است که من و شما رو از این دنیا به دیگر دنیا انتقال میسازد. از همین جهت میخیزید. پس در این حالت هم به جنازه مسلمان اگر از نظرتون گذرد میخیزید و هم به جنازه کافر میخیزید. باک ندارد و این سنت پیامبر است. و باید بدونیم که قیام کردن نه به خاطر خودی جنازه است. یعنی شما برای جنازه شده خیستن ایستادید. شما از جایتون خیستید، قیام کردید به خاطر مرگ رو بزرگ داشتید و به خودتون یک آگاهی دادید و غفلت نکردید. از غفلت خودتون رو میخواهید که دور بگیرید. کمی فکر و اندیشه کردید. انا این است مقصد از قیام کردن به جنازه. شما نظر بکنید به سخن امام قرطبی که چی میگه؟ و المقصود من هذا الحديث انه لا يستمر الانسان على غفلته عند رؤيه الموت. یعنی مقصد از این حدیث این است که انسان از مرگ نباید در غفلت باشد. وقتی که مرگ رو دید، یک مرده رو دید که به سراغش مرگ اومده است، نباید بی‌پروایی کنه و در حالت غفلت باشد. فانه اذا راى الميت ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل كان هذا دليلا على غفلته. یک انسان یک آدمی مرده رو ببیند، مرگ رو ببیند، از پیشش رفته شده است، اما باز به همون شغل خودش مشغول باشد، پروایی نکند، این دلالت میکرد که این از مرگ غافل است، پروایی از مرگ ندارد و امر مرگ رو آسان میشمارد. برای همین میگن فامر الشرع ان يترك ما كان عليه من الشغل و يقوم. از همین جهت شریعت شما رو امر کرده است که وقتی که مرگ رو میبینید، یعنی از نزدتون یک انسانی میرود که به مرگ گرفتار شده است، به سراغش مرگ آمده است، از جایتون میخیزید و به یاد مرگ میروید. به خاطر چی؟ تعظیما لامر المیت، الموت بزرگ میشمارید همون حالت مرگ رو که به سراغ مرده آمده است و استشعارا به و همون شعور میکنید. بارک الله فیکم. و خودی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب خیستن رسول الله رو بیان میکند. خیلی که در روایت جابر آمده است رضی الله عنه که امام نسائی روایت میکنند با رقم 1922 که گفت قال، کی گفت؟ جابر میگه که قلت یا رسول الله، گفتم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم انما هي جنازه یهودی، همانا که این جنازه که شما خستید و ما خستیم این جنازه یهودی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان للموت فزعا، همانا که موت یعنی مرگ فزع دارد. علامه سندی رحمه الله در معنای این کلمه میگن که معناش این است که نباید انسان در حالت غفلت از مرگ باشد. نباید انسان در حالت دیدن مرده خودش رو به دیگر کار مشغول کند، بلکه از جایش بخیزد، غفلت رو ترک کند و سبحان الله حرکت بکند که مرگ رو به یادش بیارد و بزرگ شمارد و بیترسد. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که مرگ فزع است، یعنی شما رو میترساند. این یک باب مبالغه است. میگند زمانی که یک جنازه رو دیدید بخیزید، یعنی معناش این است که انا همون آمدن مرگ، یک انسان رو جانش بر آمدن و از این دنیا به دنیا انتقال کردن، همین حالت رو بزرگ شمارید و فزعو، یعنی من فزع مرگ رو، سختی مرگ رو بزرگ شمارید، خودی مرگ رو بزرگ شمارید، اما نه این که خودی مرده رو بزرگ شمارید و احترام کنید. پس در اینجا علامه سندی میگن که فلا یختص القیام بمیت دون میت. در اینجا قیام کردن اختصاص به یک مرده داده نشده است که فقط به یک نمود مرده خیزیم، به همه میخیزیم، نه به خاطر خودی همون انسان مرده بلکه به خاطر مرگ. در شرح سنن نسائی نظر بکنید. سبحان الله. پس
در حدیث دیگر اومده است که انس ابن مالک رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و روایت میکنند و این حدیث رو هم نسائی در سننشون روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و میگند انما قمنا للملائکه، همونو که ما خستیم به ملائکه ها. در مسند امام احمد اومده است که از عبدالله ابن عمرو که انه سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و سلم، همونو که یک مرد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو سوال کرد که یا رسول الله تمر بنا جنازه الکافر افنقوم لها، از نزد ما یک جنازه کافر میگذرد، آیا ما به همین جنازه وقتی که دیدیم از جایمون رست میشیم میخیزیم؟ پیامبر گفتند نعم قوموا لها، بله بخیزید برای همین جنازه کافر. فانکم لستم تقومون لها، همانو که شما به مرده نمیخیزید، به خاطر مرده نخسته شدید. انما تقومون اعظاما للذی یقبض النفوس، همانو که شما میخیزید از جایتون به خاطر بزرگ شماریدن همون ذاتی که نفس رو قبض میکند، به خاطر بزرگ شماریدن الله، به خاطر بزرگ شماریدن مسئله مرگ. و این روایت رو احمد شاکر حسن گفتند. بارک الله فیکم. پس یعنی وقتی که میخیزید این امر الله را بزرگ میشمارید و در حقیقت از مرگ غفلتگیر نمیشوید. سبحان الله. اما آیا این برای احترام یهودی بود و به همین خاطر ما باید یهود را احترام بکنیم، یهود را اعوذ بالله، یعنی حتی بعضشون تو این درجه رفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها را احترام کردند و بعضشون حتی به یک سخنهای دیگری کفری رفتند. البته این خیلی نیست. بارک الله فیکم. و وقتی که شما میخیزید معناش این نیست که به خودی همه مرده و به او جنازه کفر باشد شما به او رحمت نمیگید، یعنی رحمه الله نمیگید. این بود بارک الله فیکم مختصری سخن در این مسئله. اما یک حدیث دیگری که ضعیف است در بین مردم بینات پنج شده است و بسیار انسان هایی که در این مسئله سخن میکنن شده همین حدیث رو بگن حدیث بگن، این حدیث نیست، البته ضعیف است، اصلی ندارد. واعظ ها میگن که گویا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یک جنازه یهودی که از نزدشون گذشت خیستند و گریه کردند و به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که این یهودی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که میدونم، ولی این یک نفسی هست که از در بین ما بود و وفات کرد و کافر یعنی به آتش جهنم رفت، یعنی در بین ما بود و تلف شد، اسلام رو قبول نکرد و گویا که جهنم رفت. گویا گریه میکنند. این اصل ندارد، این روایت اصل ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خستند به جنازه یهودی اما گریه کردن اصلی ندارد، بلکه اصلی مسئله این است که حدیثی که ثابت شده است، حدیث صحیح است از انس رضی الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقد عند رأسه فقال له، یعنی یک انس بن مالک میگن که یک جوان پسری بود که یهودی بود، کافر بود، اما به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که یعنی این بگویم کودک یا این پسر بچه مریض شد به زیارتش رفتند. یعنی این یهودی بچه وقتی که غلام کسل شد رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزدش رفتند و بر بالای سرش نشستند و به این جوان پسر گفتند که اسلم، اسلام بیاور، مسلمان شو. و این غلام یهودی هم یک نظری به پدرش کرد و این پدرش هم که یهودی بود لیکن به فرزند یهودیش گفت که بله اطاعت کن به ابوالقاسم، یعنی به پیامبر صلی الله علیه و آله اطاعت کن. یهودی فرزندش گفت که بله اسلام بیاور، یعنی روزگی خود را داد و این غلام یهودی اسلام آورد. رسول اکرم صلی الله علیه و از خانه از نزد این غلام یهودی بیرون شدند در حالتی که میگفتند که الحمدلله الذی انقذه من النار، حمد و ستایش الله را که این غلام یهودی را از آتش نار نجات داد. یعنی این است اصلی حدیث. و چه خیلی که گفتیم
رحمه الله گفتن یا الله رحمت کند گفتن، این کلمه ها برای کفر جایز نیست و برای مسلمان جایز نیست که حتی، البته در این مسئله علما زیاد صحبت میکنند و بعضی از علما سخنی دیگری هم گفتن، لیکن والله علم قول راجح این است که در جنازه کافر اشتراک بکند. خیلی که از علی رضی الله عنه روایت شده است که علی پدرشون وقتی که میمرد، یعنی ابو طالب پدری علی بودند، ابو طالب پدری علی بود، وقتی که ابو طالب وفات میکند کافر وفات میکند. علی به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله اومده میگه که این عمک شیخ الضال قد مات، همونو که عمویت عمکت شیخ گمراه وفات کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند اذهب فواری اباک، برو یعنی گورو چوبش بکن، ثم لا تحدثن شیئا حتی تأتینی. یعنی ببینید در این حدیث خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله به جنازه عمکشون که کافر وفات کرد ابو طالب اشتراک نکردند، در حالتی که ابو طالب کافر بود لیکن به نهایت خدمت بزرگ به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده بود. سبحان الله. پس این است مسئله. عطا ابن ابی رباح میگن که لا يحمل المسلم جنازة الكافر ولا يقوم على قبره، مسلمان جنازه کافر را نمی بردارد، به کفتش نمی گیرد و بر بالای قبر کافرها راست نمی ایستد، یعنی راست و احتراما دعا کرده و این چنین نمی کند. اما آیا به یک خانه کافر مرده اگر یک شناس کافر دارید، در خانواده این شناس شما یگان کسی مرد، خانوادهش عزا شد، به عزای همین کافر رفته اشتراک کردن، بگیم بعد از جنازهش گذشتن به جنازهش اشتراک نکردید لیکن خانه کافر رو رفتید به خاطر تعزیه کردن، آیا جایز است یا نیست؟ البته به یک چند شرط. شرط اول این است که شما نباید در وقت رفتن الله این مرده رو بخشد بگید، یعنی رحمت و دعا نگوید، و بعد از این همون وقت جایزه که یگان مصلحه و فایده شرعی داشته باشد، یعنی همون کافری که شما به تعزیه کردنش میروید یگان آهسته به سوی اسلام دعوت کرده ایستاده باشید، یگان مصلحه شرعی داشتگی باشد، یا بعد از رفتن یا درس مرگش میکنید، نصیحت میکنید، دعوت به سوی توحید و دعوت به سوی اسلام میکنید، در این حالت ممکن است. اما مطلقاً به خاطر دوست داشتن و احترام رفتن به تعزیه شما تو جایز نیست. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. این بود مختصرا مسائل جنازه.